در گناباد قناتی داریم که 340 متر اینجوری میره به ته زمین تا به آب میرسه. وقتی که به یه خارجی من گفتم که ما یه قناتی داریم در گناباد به نام قنات قصبه گناباد، اون خارجی به من، آلمانی بود، به من میگفتش که این امکان نداره، این دروغه که 340 متر طناب اینجوری بره پایین خاک بیاره بالا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه طناب مغنی‌ها باید کلوف باشه که این وزن تحمل کنه. اگر 300 متر این بره پایین خود طناب وزنش 300 کیلوگرم میشه، خود طناب. گفتم چون میدونستن از 100 متر بیشتر این طناب فشار بهش میاد بریده میشه، 100 متر اومدن پایین، یه پلکون رفتن جلو، 100 متر دیگه یه پلکون اینجوری، 100 متر دیگه. حالا اگر از اون ته بخوان گلولای بدن بالا، این 100 متر میاد بالا، یه چرخ اینجاست، یه چرخ هم اینجا، یه نفر اونجا وایساده دلو از روی این چرخ برمی‌داره میذاره روی این چرخ، این چرخ 100 متر دیگه میاره بالاتر، باز دوباره اونجا دو نفر وایسادن میذارن رو اون چرخ تا بیاد دهانه زمین. 100 متر به 100 متر اینا محاسبه کردن، گفت خب اینم قبول. سپس از این اتاقک به حفر چاه جدید پرداختند، اما نه در امتداد اولی بلکه در نزدیکی آن. به این ترتیب تخلیه خاک‌ها به راحتی از چاه دوم انجام و از طریق چاه اول به خارج فرستاده میشد. چون پس از حفر 100 متر دیگر باز هم به آب نرسیدند، به همین روش به حفر چاه سومی روی آوردند. به این ترتیب مجموعی از 3 چاه که تقریباً به صورت عمودی حفر شده در عمق 300 متری به آب رسید.